سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اروج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: دیدار مولوی فضل محمد حقانی سفیر افغانستان در تهران با دکتر محمد سعید اربابی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار. بازدید وزیر احیا و انکشاف دهات و هیئت همراهش از جریان کار پروژه حیاتی بند ذخیروی ولسوالی قادس ولایت بادغیس و کاهش 50% هزینه ترانزیتی کالاهای تجارتی افغانستان از طریق بندر چابهار. امروز دوشنبه 19 ماه عقرب سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: مولوی فضل محمد حقانی سفیر افغانستان در تهران با دکتر محمد سعید اربابی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار ایران دیدار کرد. سفارت افغانستان در ایران میگوید که در این دیدار دو طرف درباره گسترش روابط تجاری دو جانبه از جمله گشایش دفتر نمایندگی وزارت صنعت و تجارت افغانستان در بندر چابهار، تأسیس بانک مشترک افغانستان و ایران و منظور تسهیل انتقالات مالی و گذاری دراز مدت زمین به سرمایه‌گذاران افغان و تکمیل کار خط آهن چابهار میلک گفتگو کردند. دو طرف همچنان درباره صدور اقامت دراز مدت برای تاجران افغان و رسیدگی به سایر مشکلات نیز تاکید کردند. ملا محمد یونس آخوندزاده وزیر احیا و انکشاف دهات و هیئت همراهش از جریان کار پروژه حیاتی بند بزرگ ذخیروی ولسوالی قادس ولایت بادغیس بازدید کردند. وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که این بند به ارتفاع 32 متر و با هزینه 12.5 میلیون دلار از بودجه این وزارت ساخته می شود که ظرفیت ذخیره 3 میلیون متر مکعب آب را خواهد داشت. به گفته این وزارت کار ساخت بند قادس 60% پیش رفته و با تکمیل شدن آن 1400 هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری قرار خواهد گرفت. علیرضا مرحمتی جنرال قنصل ایران در ولایت هرات با مولانا اسلامجار والی این ولایت دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هرات میگوید که در این دیدار پیرامون همکاری‌های دو جانبه اقتصادی، تجارتی و زراعتی گفتگو شده است. والی هرات در این دیدار بر ضرورت همکاری بیشتر جنرال قنصل ایران در گسترش روابط اقتصادی و ترانزیتی از طریق بندر اسلام قلعه تاکید کرده است. و در اخیر مسئولان وزارت صنعت و تجارت در نشست خبری پیرامون بندر چابهار به عنوان مسیر ترانزیتی گفتند با تلاش‌های این وزارت ایران 50% تخفیف بر هزینه ترانزیت کالاهای تجارتی افغانستان از طریق بندر چابهار در نظر گرفته است. با گفته مسئولان در حال حاضر تسهیلات زیاد برای انتقالات کالاهای تجارتی افغان از طریق بندر چابهار فراهم شده است. مسئولان این وزارت افزوده که ایران برای تاجران افغان ویزه 6 ماهه می‌دهد که قابل تمدید نیز میباشد و همچنین کاهش هزینه انتقالات کالاهای تجارتی در خاک هر دو کشور در نظر گرفته شده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.